امروز میخوایم از نویسنده‌ای شروع کنیم که نامش با راز، اضطراب و جهان‌های عجیب گره خورده. سلام، به پادکست من خوش اومدید. یعنی جایی که با هم دیگه داستان کوتاه‌های مهم جهان رو میخونیم و به فضای داستان و سبک نویسنده و تحلیل داستان میپردازیم. امروز میخوایم از نویسنده‌ای شروع کنیم که نامش با راز، اضطراب و جهان‌های عجیب گره خورده. یعنی فرانتس کافکا. فرانتس کافکا نویسنده اتریشی یهودی اهل پراگ بود که یکی از موفق‌ترین و معروف‌ترین نویسنده‌های قرن 20 محسوب میشه. کافکا رو معمولاً با رمان‌های مسخ، محاکمه و قلعه میشناسیم، اما اون داستان کوتاه‌های خیلی زیادی هم داره و نوشته‌های خودش رو در قالب خلاصه‌تر و فشرده‌تر و حتی استعاری‌تری درآورده. کافکا معمولاً شخصیت‌ها و موقعیت‌هایی رو خلق می‌کنه که در اونها اتفاقات عجیب و کابوسواری میفته و شخصیت‌ها با دنیایی مواجه میشن که از قوانینش بیخبرن. شخصیت‌ها نمیدونن که چرا توی این موقعیت قرار گرفتن و چطوری میتونن از این موقعیت خارج بشن. در واقع داستان‌هاش پر از ابهام و پر از اتفاقات عجیب غریب و دنیاهای مرموزن. داستانی هم که امروز میخوایم بخونیم داستان شغال و عرب از این قاعده مستثنا نیست و داستان شخصی رو روایت میکنه که توی یک موقعیت عجیب با شغال‌های روبرو میشه که از مدت‌ها قبل منتظر کسی هستن. معمولا توی داستان‌های کافکا علیرغم ظاهر ساده‌ای که دارن، ما میتونیم نقد اجتماعی، کشمکش‌های قومی و تضادهای انسان حتی با سرنوشتش رو ببینیم. این داستانی هم که امروز میخوایم بخونیم میتونم بگم یک داستان نمادینه و لایه‌های عمیقی داره که بعد از داستان بهش میپردازیم. شغال و عرب اثر فرانتس کافکا. در واحه چادر زده بودیم. مسافرین خوابیده بودند. یک عرب رشید سفیدپوش که شترها را تیمار کرده بود و میرفت بخوابد از جلوی من گذشت. من در سبززار دراز کشیدم. میخواستم بخوابم اما نتوانستم، زیرا یک شغال از دور زوزه میکشید. دوباره پا شدم نشستم و چیزی که آنقدر دور بود ناگهان نزدیک شد. اطراف من شغالها به جوش و خروش در آمدند. چشمهای طلایی کدر روشن و خاموش میشد. بدنهای چست و چالاکی مثل اینکه با تازیانه تعلیم یافته بود به چابکی و با حرکات موزون تکان می‌خوردند. یک شغال از پشت سرم رسید. از زیر دستم گذشت و خودش را به من چسباند. مثل اینکه به حرارت من احتیاج داشت. بعد سرش را به جانب من گرفت و در حالی که چشمهایش را به چشمهای من دوخته بود گفت: من از همه شغال‌ها پیرترم و خوشحالم از اینکه در این مکان میتوانم به تو سلام بکنم. تقریباً امیدم قطع شده بود، زیرا سالیان درازی است که چشم به راه تو بوده ایم. مادرم در انتظارت بود و همچنین مادر او و تمام مادرهایش و مادر همه شغال‌ها هم انتظار تو را داشت. من که فراموش کرده بودم بته را آتش بزنم تا دودش شغال‌ها را بتاراند جواب دادم: تعجب می‌کنم از آنچه به من می‌گویی، بسیار متعجبم. فقط به طور اتفاق و برای مدت کمی از جانب شمال آمدم. ای شغال‌ها، از من چه می‌خواهید؟ به نظر آمد از نطق من که شاید زیاد خودمانی بود دلگرم شدند و دایره دور مرا تنگتر کردند. نفس آنها بریده بود و صدای سوت می‌داد. شغال پیر گفت: ما می‌دانیم که تو از جانب شمال میایی و ما به همین جهت امیدواریم. آنجا عقل وجود دارد و عرب‌ها عاری از آن میباشند. چنان که می‌بینی به هیچ وجه نمی‌شود در خودپسندی سرد آنها جرقه عقلی روشن کرد. آنها جانوران را برای خوردن می‌کشند و از لاش مرده پرهیز می‌کنند. من گفتم: آنقدر بلند صحبت نکن، عرب‌های در این نزدیکی هستند. شغال گفت: راستی تو که بیگانه ای، وگرنه میدانستی که در تمام تاریخ دنیا شغال هرگز از عرب نترسیده. آیا علتی دارد که از آنها بترسیم؟ آیا بدبختی ما نیست که ناگزیریم در میان چنین ملتی زیست بکنیم؟ گفتم: محتمل است، شاید هم راست باشد، اما من به خودم اجازه نمیدهم چیزهایی را قضاوت بکنم که آنقدر کم از آن اطلاع دارم. این موضوع باید یک کشمکش قدیمی باشد که ارتباط با خون دارد و شاید در خون هم باید خاتمه پیدا کند.
شغال پیر گفت تو خوب پی برده ای. و نفسشان باز هم کوتاه‌تر شد. هرچند آنها از جایشان تکان نخورده بودند، اما نفس آنها به شمار افتاده بود. بوی تلخی که اغلب بیفشردن دندان نمیشد تحمل کرد، از پوزه باز آنها بیرون می آمد. تو خوب به مطلب پی برده ای. آنچه تو گفتی با عقاید قدیمی ما وفق دارد. ما خون آنها را بیرون می کشیم و دعوا تمام می شود. من با لحن خشونت‌آمیزی بی اختیار گفتم اوه، آنها از خودشان دفاع خواهند کرد و شما را دست جمعی با تفنگ‌هایشان خواهند کشت. او گفت تو هم مانند مردمانی که از جانب شمال می آیند و به نظر نمی آید که عوض شده باشند سهو می کنید. موضوع کشتن آنها نیست. آب رودخانه نیل کفاف نمی دهد که این پلیدی را بشوید. فقط منظره هیکل زنده آنها ما را وادار به فرار می کند. وقتی که ما این منظره را می بینیم به جستجوی هوای تمیزتری می رویم. ما به بیابان پناه می بریم که به این علت وطن ما شده است. و همه شغال‌های اطراف که عده دیگری به آنها افزوده شده بود و از راه‌های دور آمده بودند، سر خود را بین پاهایشان خم کردند و با چنگالشان مالش دادند. به نظر می آمد که می خواستند تنفر شدید خود را پنهان کنند و اگر من علاقه‌ای به سلامتی خود داشتم، می بایستی به یک جست از آنها دور شده باشم. از آنها پرسیدم پس شما چه نقشه‌ای دارید؟ و سعی کردم که برخیزم، ولی نتوانستم. دو شغال جوان دندانهای خود را در پشت نیمتنه و پیرهنم فرو برده بودند و من ناگزیر شدم که بنشینم. شغال پیر با لحن سنگینی برای توضیح گفت آنها دنباله لباست را نگه داشتند و این علامت احترام است. من در این حال شغال پیر و جوانها را مخاطب قرار دادم و گفتم بگویید ولم کنند. شغال پیر جواب داد در صورتی که بخواهی طبیعتا این کار را خواهند کرد. ولی لحظه‌ای تحمل کن، چون مطابق رسوم دندان خود را عمیقانه فرو بردند و نمیتوانند دندانشان را بیرون بیاورند مگر به تأنی. ضمناً به دعای ما گوش بده. به او گفتم رفتار شما برای من دل و دماغی نگذاشته. برای اولین بار به کمک لحن نالان طبیعیش گفت به مصیبت ما نخند. ما جانوران بدبختی هستیم. ما فقط دندانها را داریم که با آنها آنچه از خوب و بد از دستمان برمی آید بکنیم. ما فقط دندانهایمان را داریم. من کمی نرمتر شدم و پرسیدم پس چه می‌خواهی؟ فریاد کشید ارباب. و تمام شغال‌ها زوزه کشیدند به طوری که از دور نغمه‌ای به گوش می‌آمد. ارباب، تو باید به این کشمکشی که دنیا را از هم مجزا کرده خاتمه بدهی. تمام علائم کسی که پیران ما خبر دادند که این کار از دستش برمی آید در قیافه تو خوانده می شود. باید که اعراب مزاحم ما نشوند. ما یک هوای قابل استنشاق می خواهیم. ما افقی می خواهیم که از وجود آنها پاک باشد. ما نمی توانیم ناله گوساله هایی را تحمل بکنیم که اعراب سر می برند. باید که همه جانوران بتوانند در صلح و صفا جان بدهند. باید که ما بتوانیم به راحتی تا آخرین قطره خون آنها را بیاشامیم و استخوان‌های آنها را پاک بکنیم. ما فقط خواهان پاکیزگی می باشیم و پاکیزگی را تقاضا می کنیم. همه آنها شروع به گریه و زاری کردند. چطور تو تحمل این آدم‌ها را می کنی؟ تو که قلب جوانمردانه و حساسی داری. سفیدی آنها پلید است، سیاهی آنها پلید است، در ریش آنها وحشت قلب می آورد. فقط منظره گوشه پلک‌های چشم آنها دل را به هم می‌زند و از انداختن توف نمی‌توان خودداری کرد و زمانی که بازوی خود را بلند می‌کنند زیر بغل آنها جاده جهنم را می‌گشاید. به این جهت ای ارباب، به این جهت ای استاد عزیز، با دست‌های توانایت با این قیچی گلویشان را قطع کن. و به اشاره سر او یک شغال آمد که به یکی از دندانهایش یک قیچی زنگ زده آویزان بود. رئیس اعراب کاروان که با وجود وزش باد تا نزدیک ما آمده بود و تازیانه کلانی در دست داشت فریاد زد آه آه، این هم بالاخره قیچی ها، حالا تمام شد. شغال ها فوراً پراکنده شدند. اما همین که مسافتی دور رفتند بغل هم ایستادند و به هم فشار می‌دادند به طوری که خشکشان زده بود و تنگ هم قرار گرفته بودند. به شکل پرچینی در آمده بودند که در اطرافش شعله‌ای موج می‌زد. عرب در حالی که از روی دلخوشی می‌خندید
یعنی تا همان اندازه که رسوم قبیله به او اجازه میداد گفت: ارباب، شما هم این مسخره بازی رو تماشا کردید. من از او پرسیدم: تو هم میدانی که این جانوران چه میخواهند؟ جواب داد: طبیعی است که میدانم. از زمانی که اعراب پا به عرصه وجود گذاشتند، این قیچی ها را در صحرا میگردانند و تا روز قیامت این قیچی ها با ما خواهد گشت. همین که یک اروپایی از اینجا بگذرد، آنها را به او پیشکش میکنند تا دست به اقدام بزرگ بزند. اینها به یک نفر از آنها بر نمیخورند که تصور نکنند او همان مردی است که قضا و قدر قبلا او را تعیین کرده است. این جانوران امید احمقانه‌ای دارند. آنها دیوانه‌اند، آن هم دیوانه حقیقی. به این جهت ما آنها را دوست داریم. اینها سگ‌های ما هستند و قشنگتر از سگ‌های شما می باشند. ببین، این شتر امشب مرده است. لاش مرده‌اش را اینجا آوردم. 4 بار برآمدند و جسد سنگین را جلوی ما انداختند. هنوز درازش نکرده بودند که شغال‌ها صدایشان بلند شد. از روی بی‌طاقتی مثل اینکه با رشته‌هایی کشیده می‌شدند نزدیک آمدند. خودشان را به زمین می‌کشیدند و فاصله به فاصله ایست می‌کردند. عرب و کینتوزی را فراموش کرده بودند. از حضور لاشه که بوی تند آن همه چیز را محو می‌کرد مفتون شده بودند. یکی از آنها بی تأمل به گردنش آویخت و با یک ضربه دندان شریان را پاره کرد. مثل یک تلمبه کوچک از جا در رفته که به هر قیمتی شده و بدون امید کامیابی بخواهد حریق وحشتناکی را خاموش کند، هر یک از عضلات بدنش کشیده میشد و میلرزید. در عین حال تمام شغال‌های دیگر با لاشه مشغول همین کار شده و مثل کوه رویش انباشته شده بودند. در این موقع کاروانسالار تازیانه وحشتناک خود را به هر سو تکان داد. آنها سر خود را برداشتند. در حال نیمه مست و نیمه مرده اعراب را در مقابل خود دیدند. تازیانه را روی پوزه خودشان حس کردند و جستی به عقب زدند و پسپسکی تا مسافتی فرار کردند، ولی خون شتر به قدر یک حوضچه پخش شده بود. بخاری از آن متصاعد میشد. جسدش از چند جا دریده بود. آنها نتوانستند خودداری کنند و دوباره آنجا حاضر شدند. دوباره کاروانسالار تازیانش را بلند کرد. من جلوی دستش را گرفتم. او گفت: ارباب، حق به جانب توست. بگذاریم کار خودشان را بکنند. وانگهی موقع مراجعت است. تو آنها را دیدی و روی هم رفته جانوران عجیبی هستند. اینطور نیست؟ و چقدر از ما متنفرند. با همدیگه داستان شغال عرب خوندیم. متوجه شدید که یک داستان نمادین بود. در این داستان شغال میتونه نماد انسانهای ضعیف، مطرود و وابسته‌ای باشه که منتظر یک ناجی و نجات دهنده خارجی هستند، همونطور که توی داستان هم بهش اشاره شد. و عرب‌ها در این داستان میتونن نماد سلطه خارجی و استبداد و قدرت باشن و نه الزاماً نماد قومیتی باشن، بلکه یه چیزی فرا قومیتی و فرا تاریخی و حتی تحلیلیه. یکی از درون مایه‌های مهم این داستان انتظار برای نجات از بیرونه. اینکه این شغال‌ها همیشه منتظرن تا یک نفر از بیرون، از شمال به اصطلاح خودشون، بیاد و اونها رو نجات بده و خودشون هیچ کاری نمی‌کنن، حتی با وجودی که مثلا قیچی دارن. و یکی دیگه از چیزهایی که توی این داستان باش مواجه هستیم و از جمله سبک‌های نوشتاری کافکا هم هست، انتظار پوچ برای تغییر و ثبات سرنوشته، یعنی راه حل‌های مبهمی که معلوم نیست واقعا وجود دارن یا نه و سرنوشتی که تغییر نمی‌کنه. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. اگه شما هم نقد و تحلیل راجبش دارین بنویسین. تا داستان بعد، خدا نگهدار.